به نام خداوند دانا و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شاگردای خوب و مهربان ما. انشالله که همگی جور و صحتمند باشید. روزی سلامتی دارم به همه شما. انشالله که به درسای خود مانند قبل خوش و موفق بدرخشین. عزیزایم، درس قبلی ما شما به قسمت درس قبلی خواندیم. عنوانش چی بود؟ بحث ما شما در قسمت خواص لیمیت ها و همچنان تابع به نهایت کوچک بود. خیلی خوب. و امروز بخیر به ادامه اونمو بحث ما شما سوالایش کار میکنیم. خواص را شما حتما در خانه خواندید. عزیزایم، درسای قبلی را فهمیدین. در قسمت خواص لیمیت ها بود و همچنان توابع به نهایت کوچک. امروز بخیر از امو قسمت ما شما حل سوالات انجام میدیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. در تابع به نهایت کوچک در کتاب مکتب کدام سوال واضح و روشن دقیق نیاورده، ولی در فرمای کنکور سوالایی که بودن نمونیش همه به شما یکی دو دانه را کار میکنم. سوال آمده بود عزیزایم، کتابچه و قلمتان خیلی بگیرین که ما مثال که از این قسمت آمده است به شما کار میکنم. داریم که سوال فرم کنکور داشتیم که لیمیت تابع f(x) اگر گفته بود مساوی به 1/4 باشد و گفته بود شما چرا پیدا کنید تابع f(x) دریافت کنید که مساوی به چند میشه. در صورتی که اپسیلون x یک تابع خیلی کوچک باشد. اپسیلون x گفته بود اپسیلون x یک تابع بسیار بسیار کوچک باشد. خب x تقرب به a، رابطه‌ای که ما شما داشتیم گفته بودیم که تابع f(x) مساوی میشد به b جمع اپسیلون x. این رقم یک رابطه را ما شما داشتیم و لیمیت تابع f(x) که از این میگرفتیم، لیمیت تابع f(x) رابطه هم فراموش نشوه. xش تقرب کنه به یک عدد ثابت مانند a، چون لیمیت بی نهایت کوچک صفر میشه تنها b میمونه، پس مساوی به b است. اینال از اینجا فرض میکنیم که لیمیت داده مساوی به b f(x), لیمیت f(x) مساوی 1/4، 1/4 مو b بر ما داده. این رابطه از پیش ما خواسته. ما بسیار براحتی نشته کرده میتونیم که در نتیجه f(x) اموی f(x) است، کدام تغییری برش نمیه، علامه مساوی و همچنان b به جایش 1/4 میه که عدد ثابت است، علامه مثبت. اپسیلون x هم به حالت خودش. این رابطه کاملا درست است. ولی ناجوانای فرمول باز به حال خودش نمیمونن، پس تغییر شکلش در 4 جواب نشته میکنن. چه رقم نشته میکنن؟ f(x) مساوی به 4 با ضرب میکنه، 4 اپسیلون x میشه، جمع 1 میشه، تبدیل میشه به 1 جمع 4 چندی اپسیلون x و بر 4. به این شکل نوشته میکنن. ممکن ای جواب باشه. و این در قسمت تابع به نهایت کوچک بود. انشالله چیز سخت نبود. خدا کنه که مفهوم گرفته باشید. یک تشریح بازم براتون میکنم، دقت داشته باشین جوانو. بسیار بحث آسان است، سخت نیست. انشالله که خوب یاد بگیرید. یک، لیمیت تابع f(x) مساوی به 1/4 است. x تقرب به a کنه، x تقرب کنه به a، در این قسمت تقرب به a. خب f(x) گفته چند میشه در صورتی که اپسیلون x تابع خیلی کوچک باشد. تابع f(x) مساوی به b جمع اپسیلون x بود و لیمیت f(x) مساوی به b میشد. خیلی بر ما داده، ایره خواسته. f(x) هموی f(x) به عوض b 1/4 میاریم، چون قیمت b 1/4 است. اپسیلون x بالات خودش. این جواب اگر نبود تغییر شکلش میارن. 4 ضرب اپسیلون x 4 اپسیلون x جمع 1 شوه، 1 جمع 4 اپسیلون x بر 4 میشه. و یا هم در بعض سوالات که آوردن این قسمت کسر چند برابر ساختن. مثلا صورت هم ضرب 10 ساختن، مخرج ضرب 10 نشته کردن که 10/40.
مشکل نداره، تغییر شکل حتما بچه ها بعد از اختصار میفهمن که جواب دقیق چند است. یک مثال شد. مثال دوم از این رابطه را کار میکنیم. یک مثال باز میریم به حل سوالات خواص لیمیت ها. سوال فرم کنکور آورده بود که اگر لیمیت تابع اف ایکس ما ایکسش تقرب کنه به عدد مانند 3 جوابش مساوی شود به 1 بر جذر مربع 2. این شاگردان گفته به شما تابع اف ایکس چی کنید؟ دریافت کنید در صورتی که اپسیلون ایکس خیلی تابع کوچک باشه. فرمولی که ما شما بیان کرده بودیم در اینجا گفته بودیم که اف ایکس ما مساوی است به بی جمع اپسیلون ایکس. این ازایم و لیمیت تابع اف ایکس که بگیریم، لیمیت تابع اف ایکس در حقیقت این رابطه را حفظ کنید، از رابطه از اطرافش چی بگیرید؟ لیمیت بگیرید. از اف ایکس که لیمیت بگیریم لیمیت اف ایکس میشه، عدد ثابت به خاطر ثابت بودنش لیمیتش پس خودش میشه و اپسیلون ایکس لیمیتش گفته بودیم 0 است. خب پس این در حقیقت لیمیت است به عوض a 3 آمده و به عوض b هم 1 بر 4 قیمت گذاری میکنیم. نشته میکنیم که در نتیجه f x مساوی است به b که میگه 1 بر جذر 2 را داریم ما شما. علامه مثبت. اپسیلون x همون اپسیلون x است که در ابتدا گفته بودیم. این رابطه را از پیش ما شما میخواه. ان شاء الله چیز سختی نیست. شما را یاد دارین، مشکل برش نیست. اگر این جواب نبود زیاد کار کرده باشه این جذر ناطق میسازه یا هم از غیری واجب استفاده میکنن. تکرار میکنم لیمیت اف ایکس است قرب به 3 مساوی 1 بر جذر 2 است. اف ایکس پیدا کنید به شرطی که اپسیلون ایکس یک تابع خیلی کوچک باشد. اف ایکس مساوی به بی جمع اپسیلون ایکس رابطهش بود. اف ایکس بالاد خودش عدد ثابت ما 1 بر جذر 2 است. اپسیلون ایکس خودش باشه. پس این رابطه تشکیل میشه. میگه رابطه بین اپسیلون ایکس و اف ایکس در تابع خیلی کوچک. چند مثال دیگر در کتاب مکتب ما شما آورده گفته با استفاده از خواص لیمیت ها حل کنید. ما هم نوشته میکنیم که این سوالاتی که بر ما شما داده با استفاده از خواص لیمیت ها چیکار کنید؟ حل کنید. این دوستا دقت کنید که ما شما چگونه بتانیم حل کنیم. اولین سوالی که در کتاب مکتب آورده شده به این شکل است. گفتن که لیمیت تابع 2x مربع منفی 1 لیمیت تابع 2x مربع منفی 1 زمانی که x تقرب کنه به عدد 2 شما گفته لیمیت محاسبه کنید. از این طوری که میبینین تابع از دو قسمت ساخته شده. قسمت اولش 2x مربع، قسمت دومش منفی 1. ما این قسمت fx فرض میکنیم، میره gx فرض میکنیم. پس از هر کدامش جدا جدا لیمیت میگیریم. لیمیت 2x مربع زمانی که x تقرب کنه به عدد 2 علامه چی است؟ منفی. دوباره لیمیت میگیریم. لیمیت تابع عدد 1 میگیریم. x هم تقرب کرده به طرف 2. اینال شاگردان ما خوانده بودیم که اگر تابع ضریب داشت ضریب ما میتونیم خارج از لیمیت بیاریم. پس اینجا من نوشته کردم میتونیم که 2 ضرب در x مربع 2 ضرب در لیمیت x مربع لیمیت x مربع x تقرب کرده به طرف چند؟ 2 علامه منفی و در آخر هم لیمیت عدد چند بگیریم؟ 1 بگیریم. x تقرب کرده به طرف 2. حالا در نتیجه جوانا دقت کنید بحث این نوشته میکنیم که این مساوی است به 2 به حالت خودش باشه. نوشته کرده میتونیم که 2 به ضریب باشه ضربی. اینجا به عوض متحول تقرب وضع میشه. یک بار ما براتون دقیق تر نشانی کنم تا شما بهتر بفهمین ازایم. خب ما تقرب چند داریم؟ 2 داریم.
به عوض متحول چی وضع میشه؟ 2 وضع میشه. خیلی نوشته میکنیم که 2 بالا خودش به جای x ما 2 وضع میکنیم. مربع خود سوال است، علامه منفی. لیمیت عدد ثابت خود عدد ثابت است. خیلی در نتیجه اول توان ساده میشه 2 مربع 4 ضرب 2 8 میشه. منفی 1. 8 که منفی 1 بسازیم جواب مساوی به 7 میشه. این اولین مثال کتاب مکتب ما و شماست. مثال دوم کتاب مکتب دوستان آمده که لیمیت x منفی 1 اما کل به نمای 2 زمانی که x تقرب کنه به طرف عدد منفی 3 x تقرب کنه به منفی 3. دوستان شما میفهمین که x منفی 1 کل مربع به این مفهوم است که x منفی 1 در نفس خود 2 بار ضرب میشه. پس این دالت ضرب نشته کرده میتونیم که لیمیت x منفی 1 ضرب در x منفی 1 x هم تقرب کرده به طرف منفی چند 3. دو حالت ضرب است دو قوس. از هر کدامش جدا جدا لیمیت میگیریم. نشته میکنیم که لیمیت x منفی 1 این از زایم x تقرب کرده باشه به طرف منفی 3 و ضرب در لیمیت دیگرش هم x منفی 1 x تقرب کرده باشه به طرف چند از زایم به طرف منفی 3. خب منفی 3 به جای متحول قیمت گذاری میگیریم. دقت کنید یک دانه مجهول در اینجا داریم، یکی دیگه هم به جای چند وضع میشه منفی 3. اینجا x داریم به جای x چند وضع میشه منفی 3. این قیمت ها را به جاهاش جایگزین میسازیم. نشته میکنیم که قوس آغاز به جای این x منفی 3 را قرار میتیم، عدد منفی 3 همراه منفی 1 قوس بسته باز x به جای x چند میاریم منفی 3 را میاریم. منفی چند بگیریم منفی 1. در نتیجه شما میفهمین که منفی 3 و منفی 1 هم علامت جمع شوه منفی 4 میشه. ضربی باز منفی 3 و منفی 1 باز هم منفی 4. خب این رو با هم ضرب میکنیم منفی در منفی مثبت میشه 4 16. پس آخرین جواب سوال ما و شما برابر با چند است 16 می باشد. سوال بعدیش ببینید عزیزایم. به عنوان آخرین مثال اینجا کار میکنم، باز انشالله که کفایت خواهد کرد. در بحثای زیاد درسای بعدی انشالله موضوعات زیاد را خواهد قسمت کار کنیم. سوال آمد عزیزایم که لیمیت یک دانه تابع کسری است و صورت نوشته کردن 4x منفی 3 مخرج نوشته کردن که برابر با x مثبت 1 زمانی که x تقرب کنه به طرف 0. ما در تقسیم خونده بودیم که از صورت میتونیم جدا لیمیت بگیریم. لیمیت 4x منفی 3 به مخرج ما شما داریم که جدا لیمیت میگیریم. لیمیت x مثبت چند است 1 x تقرب کرده به طرف 0 x تقرب کرده به طرف 0. قیمت ها را جایگزین میکنیم. نوشته میکنیم 4 به جای x 0 بانیم 4 ضرب در 0 منفی 3 و در مخرج عزیزایم به جای x با 0 وضع میکنیم 0 جمع مثبت 1. 4 ضرب 0 0 صورت میشه منفی چند 3 مخرج میشه 1. منفی تقسیم مثبت منفی میشه. در نتیجه منفی 3 تقسیم مثبت 1 آخرین جواب برابر با منفی 3 است. این دوستا این بود بحث حل سوالات از قسمت توابع بی‌نهایت کوچک و در کنارش هم چی را کار کردیم ما و شما همچنان از خواص لیمیت ها کار کردیم و این بود یک بحث مقدماتی لیمیت ها. انشالله که تا اینجا شما بحث لیمیت به شکل خوب و به وجه احسن فهمیده باشید و درس امروز ما همین قرار بود عزیزایم. در خانه وظیفه خانگیتان همیست که ما به تمرین سوال نداریم، فقط شما همین سوالات رو دوباره حتما تکرار کنید
و چند مثال را که ما سلاید به شما آماده کردیم حتما او را من حیث کارخانگیتان انجام بدید. وقت تمام است. با شما خوبان خداحافظی میگیریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.